اول خاموش کنم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خوش اومدید به یکی از ویدیوهای خوب من. بچه ها دقت کنید، من امروز یه آموزش خیلی خفن دارم براتون. میخوام بهتون یاد بدم چطور کولر آبی رو که کولر دستی بهش میگن روشن کنیم. خیلی راحته. ببینید برای روشن کردنش اول از همه چک میکنیم این سیم برقشه. سیم برق حتما به پریز باشه. ببینید این پریز، به این میگن پریز، نه ببخشید به این میگن دو شاخه. این دو شاخه صنعتی پارت این چیزه پریز به این میگه. این کلیده روشن میکنید لامپو، این پریزه. دو شاخه اول از همه میزنیم تو مرحله یک. پس بچه یادداشت کن، تو مرحله یک دو شاخه میزنیم تو پریز. پس سیمو میاد که سیم میبینیم وصله، سیم که وصله اینجا. حالا برای روشن کردنش باید یه کار بکنیم، یعنی کار اول سیمه بود که زدیم. کار دوم برای روشن کردن این که این بچرخه بعد خنک بخوره. راهش اینه که اول دکمه اولی نوشته پمپو بزنیم. ببین صدا میده، گوش کن صدا میده. این پمپ باعث میشه این آبه اینجا در قطع میریزه، این بریزه رو این پوشاله سردش میکنه. کار اولیه رو کردیم بچه ها، تقریبا 48% مسیر رو رفتیم، مونده فقط 52%. بچه این که روش نوشته موتور، این منظورش موتور کولره، یعنی این کولر موتور داره که اینو بزنی روشن میشه. یه موقع اشتباهی نزنی سرعتو بعد از پمپ حتما اول سرعتو بزن، نه ببخشید اول موتور رو بزن. الان یکم گذشت، باید نیستیم یه دقیقه از پمپش که گذشت، من موتور رو میزنیم. بچه صدا رو گوش کنین. روشن شد در میچرخه. بچه الان بعد خوبی نسبتی داره، یعنی بعدش نسبتیه، یعنی نسبتاً بعدش خوب نسبتاً بعدی داره. بعد اینجا اگه بخوای سرعتش رو ببری بالاتر، خودش نوشته سرعت، اینجا نوشته سرعت رو بزنی سرعت بیشتری بهت میده. پس بچه ما امروز با هم یاد گرفتیم که چطور کولر رو روشن کنیم. آموزش خاموش کردنشم انشالله تا 2 روز آینده براتون آپلود میکنم. بچه حتما منو سابسکرایب کنید، دوستتون دارم. این اولین ویدیوی چنل منه، هنوز اسم